4 ساعت گذشته با تحولات مهمی مواجه بودیم. نهایی شدن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا برای خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در تمام جبهه‌ها به شمول لبنان تحول بسیار مهمی بود که محصول ایستادگی و مقاومت اسطوره‌ای ایرانیان در برابر تجاوز و جنایت دو بازیگر شرور و مجهز به همه امکانات مادی بود. جا داره که از همه مردمانمون، از همه اقشار ملت ایران که در این 110 روز پشتوانه مدافعین وطن در هر دو عرصه نظامی و دیپلماتیک بودند قدردانی بکنیم به روح بلند رهبر شهیدمون و همه بزرگانمون که در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن درود بفرستیم و تجدید عهد بکنیم با همه شهدامون که در ادامه مسیر از هیچ کوشش و فداکاری فروگذار نخواهیم کرد.